بسم الله الرحمن الرحیم. دنیا الان داره به سمت جنگ جهانی سوم میره. بسیاری از جنگ‌های نیابتی که الان در حال حاضر هست در جهان، جنگ بین دو تا کشور نیست، جنگ بین چندین کشوره. مثل جنگ اوکراین که یک سمت روسیه است که حامیانی داره، مثل چین، مثل کره شمالی، مثل ایران، و در مقابل اوکراینه که اتحادیه اروپا و آمریکا دارن اونو حمایت مالی و تسلیحاتی میکنن. و در این جنگی که الان این دوتا قطب دارن انجام میدن، روسیه داره پیروز میشه و قسمت‌های زیادی از خاک اوکراین گرفته و یه جورای دست بالا رو داره و آمریکا داره این شکست رو میبینه، داره میبینه که این جنگ داره به ضرر او تمام میشه و لذا میخواد هر چه زودتر آتش بس رو اعلام بکنه و امتیاز بده به روسیه. از اینکه بعدها باید امتیاز بیشتری بده، بهتره که الان امتیاز کمتری بده. از اون طرف جنگ بین غزه و اسرائیل که پشت سر غزه خب ما لبنان رو داریم، یمن رو داریم، عراق و بزرگترین حامیش ایران، و در مقابلش اسرائیل هستش که بعضی از کشورهای اروپایی و آمریکا تمام قد پشت سرش ایستادن و خب اینها هم با هم دیگه تقریبا یه سال جنگیدن و نتیجه‌ای به اون صورت حاصل نشد برای اسرائیل. میخواست حماس رو از بین ببره تو این یک سال، با وجود تمام خرابی‌هایی که به وجود آورد، بیش از 50,000 نفر رو به حساب خاک و خون کشید، باز هم نتونست حماس رو از بین ببره و همچنین نتونست این باریکه کوچیک رو در غزه به حساب تصاحب بکنه و یه جورایی دست پایین رو اسرائیل داره تو این زمینه، یعنی به اهداف خودش نرسید و با وجود این همه قدرتی که پشت سرش بود، قدرت تسلیحاتی و مالی آمریکا و خودش، نتونست یک به حساب گروه خیلی کوچیک مثل حماس رو از بین ببره و یا اینکه یک باریکه خیلی باریک و کوچیک رو مثل غزه تصاحب بکنه. لذا اینجا هم یه جورای آمریکا داره شکست میخوره و ترامپ اومد دوباره آتش بس رو اعلام کرد از اینکه شکست‌های بیشتری اسرائیل بخوره و همه اینا یک جرقه‌ای هست برای جنگ جهانی. و از اون ور چین و تایوان رو داریم که هر لحظه ممکنه چین نسبت به تایوان تجاوز بکنه و تایوان رو جزء کشور خودش بکنه، همونطور که قدیم بوده و منتظر این فرصت هست، یه فرصتی که آمریکا در موضع ضعف باشه، موضع بین‌المللی ضعفی باشه و هر چه زودتر تایوان رو ضمیمه خودش بکنه. و اینا مثل دومینوه دیگه، یک جایی که جنگ خیلی شدت بگیره، قطعا طرف دیگه هم شروع میکنه به حمله و تجاوز. و ما جای دیگه هم داریم که مستعد حمله و تجاوز هست، مثل حمله کره شمالی نسبت به کره جنوبی که خب پشت سر کره جنوبی آمریکاست و کشورهای اروپایی، پشت سر کره شمالی روسیه است و چین و کشورهای دیگه‌ای که مستعد هستند. لذا در حال حاضر خیلی جنگ جهانی محتمل. و همچنین ما در سوریه هم جنگ‌های داخلی داریم که جنگ‌های سلفی و دینی هستش که میخوان اموی‌ها یه جورای حمله بکنن و کشورهای اسلامی اطراف خودشون رو یه کشور واحد بنی امیه ایجاد بکنن که همون ندای سفیانی که در روایات هستش رو داره به ما نشون میده. با این وضعیتی که داره پیش میره، شاید بشه گفت که ما در سالهای آینده، شاید یک سال دیگه، من نمیدونم، پیشبینی نمیشه کرد، ولی بسیار محتمله که تا سال آینده ما شاهد جنگ‌های وحشتناکی در کره زمین باشیم و متاسفانه رو میاریم به جنگ‌های هسته‌ای و خیلی کشته خواهند داد کشورها، خیلی از کشورها نابود میشن و امیدوارم که این اتفاق نیفته.